بینندگان محترم سلام. میدان هوایی بگرام در سال 1950 به عنوان بخشی از پروژه های زیربنایی اتحاد شوروی در افغانستان ساخته شد. در آن زمان این میدان برای استفاده نظامی و غیر نظامی در نظر گرفته شده بود. در طول حمله نظامی اتحاد شوروی بین سالهای 1979 و 1989 بگرام به مرکز اصلی عملیات هوایی اتحاد شوروی تبدیل شد و هزاران ماموریت بر ضد مجاهدین یا مخالفین دولت وقت از این میدان هوایی انجام داده شد. پس از سقوط دولت نجیب الله در سال 1990 این پایگاه چندین بار بین جناح‌های افغان که با هم در جنگ بودند دست به دست شد. در سال 2001 پس از حمله به رهبری امریکا بالای افغانستان بگرام به طور گسترده بازسازی شد و گسترش یافت و به بزرگترین پایگاه نظامی ائتلاف کشورهای غربی در افغانستان مبدل شد. این پایگاه ده ها هزار سرباز، پیمانکار و تاسیسات چون بیمارستان، مغازه ها و بازداشتگاه ها را در خود جای داده است. پس از خروج قطعات ایالات متحده امریکا در سال 2021 این پایگاه توسط طالبان تصرف شد. موقعیت استراتژیک پایگاه بگرام خیلی مهم است، زیرا در 40 کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد. این پایگاه نمایانگر تاریخ ژئوپلیتیکی در حال تغییر افغانستان را منعکس می‌سازد. از نفوذ شوروی در افغانستان که در زمان جنگ سرد صورت گرفت تا تسلط ایالات متحده و متحدین آن در جنگ به اصطلاح تروریسم و بالاخره تسلط طالبان بر آن یک پروسه طولانی است. چرا دونالد ترامپ خواستار واپسگیری بگرام شده؟ اول اینکه بگرام در حدود 40 کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد و بسیار به مرکز نزدیک است. همچنان در نزدیکی چین، ایران و روسیه قرار دارد و در آسیای مرکزی هم از این میدان هوایی میتواند تحت دید قرار گیرد. ترامپ میخواهد که با پسگیری این پایگاه قدرت ایالات متحده را در یک منطقه حیاتی احیا کند. ترامپ میخواهد با پسگیری بگرام ایالات متحده را در موقعیت برتر قرار دهد که با نفوذ رو به رشد چین در آسیا مواجه است. از طرف دیگر پایگاه بگرام برای ترامپ اهمیت نمایان هم دارد و ترامپ علنی اعلان کرد که در صدد واپسگیری بگرام است. اما کارشناسان به این نظرند که واپسگیری پایگاه بگرام به منزله یک تهاجم دیگر به افغانستان خواهد بود که به منابع بزرگ نظامی و مالی ضرورت دارد. و از طرف دیگر پیشنهاد ترامپ توسط طالبان که فعلا افغانستان را در اختیار دارند رد شده است و گفتند که علیرغم مشکلات اقتصادی و مشروعیت سیاسی این پایگاه را هرگز تحویل امریکا نخواهد داد. برخی گزارش ها استدلال میکنند که درگیری های ناگهانی مرزی افغانستان و پاکستان در اکتبر 2025 با تلاش مجدد ترامپ برای پسگیری بگرام همزمان بوده است. لذا این امر منجر به گمانه‌زنی های شده که گویا پاکستان تحت تاثیر یا مرتبط با کمپاین فشار ترامپ عمل نموده است. چند روز قبل ترامپ هشدار داده بود که اگر طالبان از تحویل دهی بگرام خودداری کنند اتفاقات بدی ممکن است رخ دهد. زمان عملات پاکستان بالای افغانستان به این نظریه ها دامن زد که شاید این درگیری ها با جاطلبی های ایالات متحده مرتبط باشد و همچنان چنین پنداشته می شود که واشنگتن ممکن است پاکستان را به عنوان شریک در بازیابی نفوذ در افغانستان انتخاب نموده باشد. اما مخالفین منطقه که با امریکا مخالفت در پسگیری بگرام دارند، یعنی چین، روسیه و ایران، از همین حالا مخالفتشان را اعلان نمودند. یعنی روسیه و ایران با طالبان یک استراتژی مشترک را تشکیل میدهند و نشان میدهد که قدرت‌های منطقوی این بار علیه ورود مجدد ایالات متحده امریکا خواهند ایستاد. بازپسگیری بگرام به معنای حمله نظامی مستقیم به افغانستان خواهد بود. هر نوع تلاش برای تصرف بگرام با واکنش شدید منطقوی روبرو خواهد شد. بازپسگیری و حفظ بگرام به ده ها هزار سرباز، میلیاردها دلار و تعهد بلند مدت نیاز دارد. واضح‌تر بگوییم که آغاز مجدد
جنگ در افغانستان واپسگیری بگرام خواهد بود و از طرف دیگر ممکن است کنگره ایالات متحده امریکا، متحدان ناتو و مردم امریکا با این تصمیم آقای ترامپ مخالفت کنند و چنین پنداشته می شود که برای تصرف پایگاه بگرام مقاومت از چندین طرف شدت خواهد گرفت که منجر به یک رویارویی می شود که تلفات سنگین از خود به جا خواهد گذاشت و همچنان باعث بی‌ثباتی منطقه و شاید یک جنگ تمام عیار شود. تشکر از اینکه ویدیوی ما را تا آخر مشاهده کردید.